نیروی هوایی اسرائیل گفته است که یک فرمانده دیگر ارشد حزب الله را در حمله به بیروت پایتخت لبنان کشته است. اسرائیل در حین زمان از شروع عملیات زمینی در جنوب غرب لبنان خبر داده است. نیروی دفاع اسرائیل صبح روز سه‌شنبه اعلام کرده که سهیل حسین حسینی فرمانده حزب الله در یک حمله هدفمند در روز دوشنبه کشته شده است. ارتش اسرائیل گفته که این فرمانده همچنین یکی از اعضای عالی رتبه شورای جهاد حزب الله بود و ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد حسین نقشی مهم در انتقال تسلیحات بین ایران و حزب الله داشت و به گفته اردوی اسرائیل او همچنین مسئولیت توزیع تسلیحات پیشرفته بین واحدهای حزب الله و تأمین بودجه مدیریت لوجستیک حساس‌ترین پروژه‌های حزب الله را بر عهده داشت و این پروژه‌ها شامل برنامه‌ریزی، جنگ و عملیات ویژه علیه اسرائیل از لبنان و سوریه بود و حزب الله یک گروه سیاسی و شعبه نظامی مورد حمایت ایران در لبنان است. ایالات متحده آلمان چندین کشور عربی سنی این گروه را یک سازمان تروریستی می‌دانند و در حالی که اتحادیه اروپا شاخه مسلح آن را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است. ایران روز سه‌شنبه به اسرائیل درباره هر گونه حملات به جمهوریت اسلامی هشدار داده. این هشدار در حالی داده می شود که یک هفته پیش ایران اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار داده و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با هشدار به اسرائیل درباره حمله به کشورش گفت به هر گونه حمله زیرساخت‌های ایران پاسخ داده خواهد شد. کشته شدن سهیل حسین حسینی اگر تایید شود نشان دهنده استراتژی اسرائیل برای وارد آوردن ضربات بزرگ از طریق ترور رهبران و فرماندهان حزب الله و متحدش حماس است. یک سال می شود با اسرائیل در نوار غزه در جنگ قرار دارد. اسرائیل در اواخر ماه گذشته با یک حمله هوایی در حومه بیروت حسن نصرالله رهبری حزب الله را کشت که بزرگترین ضربه به این گروه شیعه وارد کرده است. تنش بین ایران و اسرائیل پس از سالهای جنگ سایه رو به افزایش است و حوادث آخر به رویارویی مستقیم میان دو کشور تبدیل شده و منطقه را در معرض خطر قرار داده است. اسرائیل در حال بررسی گزینه‌ها برای پاسخ به حمله موشکی هفته گذشته ایران است. در پاسخ به اقدام نظامی اسرائیل در لبنان انجام داده شد. وبسایت خبری آمریکایی اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی گفته که تأسیسات نفتی ایران ممکن است هدف قرار بگیرند که می توانند برخوردهای تشدید کند و قیمت جهانی نفت را افزایش دهند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفته که اگر جای اسرائیل باشد به گزینه دیگری به جای حمله به میدانهای نفتی ایران فکر میکند، ولی او گفت فکر میکنین اسرائیل هنوز به این نتیجه نرسیده است که چگونه به ایران پاسخ دهد. و حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از مردم غزه و پشتیبانی از مقامات فلسطین و دفاع از لبنان و مردم آن ساعت 12:05 بامداد تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک صهیونیست نشین را هدف حملات موشکی قرار داده. مقامات اسلامی لبنان صبح امروز همچنین تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک صهیونیست نشین را هم با چندین فروند موشک هدف قرار دادند. این حملات در پاسخ به تجاوزگری ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان و جنایت‌های این رژیم در نوار غزه صورت گرفته است. حزب الله همچنین ساعت 5 صبح امروز محل استقرار توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه دیشون را با چند فروند موشک هدف قرار داده. رزمندگان حزب الله به طور همزمان محل استقرار توپخانه رژیم اسرائیل در پایگاه دلتون را نیز هدف حملات موشکی قرار دادند. آمار اعلام وزارت بهداشتی لبنان حملات رژیم صهیونیستی تا اکنون 9869 زخمی نیز بر جا گذاشته است. حزب الله لبنان نیز در مقابل هدف قرار دارد.